اینجا دهگیهای قند خونه برای افرادی که دیابت دارن، حالا از هر نوعیش. قرصای متفورمین، زیپمت یا از همین خانواده‌ها استفاده میکنن، میتونن از این عرق استفاده چقدر بکنن. استفاده میکنن؟ چقدر هر می‌نوشن؟ روز صبح ناشتا یه استکان 50 سی سی کافیه. یک روز با یک مرتبه یاد آره است. دیگه، روز یک مرتبه اول صبح براشون کافیه. عرق زنیان کسایی که معده درد، مشکل سردی معده. عرق زیره، زنیان. زنیا. آره. عرق زنیان برای کسایی که مشکل معده دارن، سردی معده دارن یا دردهای معده میاد سراغشون، از زنیان میتونن استفاده کنن. عرق خارمریم، این استفاده آفرین برای همون کبد رو داره و کسی که کبد چرب رو داره از این عرق استفاده کبد در ایران جگر کبد میگونن، همون لیور. عرق خارخاسک برای کسایی که پروستات یا سنگ کلیه دارن، برای دفع کردن سنگ کلیه شون از خارخاسک خارمریم استفاده میکنن. بعدی زیره سیاه که باز برای معده، برای مشکلات عفونت معده، دردهای معده استفاده میشه. این رنگ سرخ داشته این آبغوره است. آبغوره؟ آره، آبغوره برای طبخ غذا، برای فشار خون، برای چربی، کلسترول، تریگلیسیرید. آبغوره زردآلو اچه است. آبغوره از انگوره. آبغوره انگور. آره. انگور قبل اینکه برسه غوره است دیگه، این آب اونه. اون دوره کبودش رو برای کسالای دیابت قند فشار پس میکنن. با چه داره؟ شاهدره هستش برای کبد، همون جگر استفاده میشه. کاسنی هستش که دوباره برای کبده و در آخر هم گلاب که آرام بخش و استخوان هم آرام بخش. تشکر زیاد، سلامت باشید، سرسالار شوید، آباد شوید.